خوش اومدید به کانال پاربولفضل. اومدیم با ریاکشن به ترک جدید از افراز. اسم ترک دلتنگ 2 که فکر کنم یه 200 کامنتیه. آره خیلی بچه‌ها درخواست هر روزم داره میاد، یعنی تو ریاکشن های فارسی، تو ریاکشن های اینور اونور، آره. همینجوری اصلا تو تلگرام میان پیام میرن. کلی پی ام پویان دادن برای من فرستاده که آقا چرا افراز نمیرین. دمتون گرم اولا که آقا دیدید این قضیه که گفتیم، یعنی مشخصه که بچه افغانستان خوب ویدیوها رو نگاه میکنن، نمیدونن جلو برسن به ریاکشن. دمتون گرم. بازم اینجا تکرار میکنم، اونایی که ندیدن توی کانال تلگراممون توی قسمت دیسکریپشن یا همون توضیحاتی که توی کانال اصلی هست اونجا آیدی پویانو گذاشتیم به عنوان کسی که میتونید بهش پیام بدید و بگید که آقا مثلا این ریاکشن ها رو برید. ما هم پویان برامون میفرسته زودتر، مثل افرازی که الان دیدیم میایم سریع ریاکشنشو میگیریم و به دستتون میرسونیم. آره. حالا سریعی که دارم میگم، خب ما بین ترکایی که تو ریاکشن فارسی میگیریم مجبور میشیم ریاکشن افغانستان هم دنبال کنیم و بگیریم، چون خیلی های دیگه هم هستن که اونور فارسی رو میخوان نگاه کنن، ما باید جفتشو پوشش بدیم دیگه. دقیقاً. بازم میگم بچه‌ها اگه ترکی هستش که ریاکشن نرفتیم حتما تو کامنت ها بهمون بگید که ریاکشنشو زودتر بگیریم براتون بذاریم. خیلی هم تو کامنت ها آلبوم سکانس رو گفته بودید، اونم حتما میریم و براتون ریاکشنشو میذاریم. حالا دلتنگ 2 یکیشو گوش دادیم، یکیش های گوشم داره چون اصلا یادم که نمیاد نکنم. آره اگه هست تو کانال شما باید بهمون بگید، یکیش هم خیلی قشنگه. آره بگید که ریاکشنشو بریم براتون. و اینکه چند دقیقه است ترک؟ 3 دقیقه و 31 ثانیه. 3 دقیقه و 31 ثانیه و برو بریم. همونجوری که گفتیم تقریبا توی تمام ترکاش المان دریا رو داریم. آره لب ساحلی دریایی چیزی هستش همش. این چه ایوونه باحالی آجی. بعد کیفیت و کوالیتی انقدر بالا. آره. الان مثلا ما رو 720 داریم نگاه میکنیم. خب رو 720 و این 720 ببین چقدر بالا. فکر کنم تا 4K هم داره دیگه، اشتباه نکنم. 100%. آره تا 4K هم داره که بچه‌ها میتونید ببینید. ارزش قائل میشه واقعا. هیچ وقت موزیک ویدیوی بد نده. دقیقاً. پرچم ایسلند بود؟ ببینم. فکر کنم ایسلنده. میخوای یه سرچ بکنیم حاجی؟ ایسلنده، فنلانده. یه شهر باحالی باشه یه پرچم. کجاه؟ آره ایسلند. بعد اکثر موزیک ویدیوهاش هم تو طبیعت چیزی. دوست هم داشتی؟ آره ایسلند. خداییش؟ نه من بین ایسلند و فنلاند مونده بودم. خدایی خفنه. نمیدونم چرا. بده دست آدمم مفهومم تنهای دنیای دست درون مثل یک چشمه غمم مرهمشون بر زخمای بیا خیر از بگیم این اسفه مره هیچ وقتی حسم پره بیتش این صدایی که اولش داشتش میزد همینم نگه داشته داخل ترک هم هستش. خیلی صدای باحالی و صدایی که داره میاد. دست دمم مفهومم تنهای دنیای دست درون مثل یک چشمه غمه مرهمشون بر زخمای بیا خیر است بگیم این اسفه مره هیچ وقتی حسم پره تا ناموسم خوشیپه یزیداجی. هر سری صدای خوشگل خوشفاز میده. دقیقاً مثلا بهزاد لیتوی رپ فارسی مهراتی یه همچین چیزیه مثلا روش کراشن همه. وقتی حسم پره چقدر دلتنگم هنوز ثانیا برم سخت رد میشه بعد از تو چقدر دق کردم پشتت چطور هر جا رو هر لحظه من میگردم دل بی صبرم خدا گم کردم چقدر دق کردم پشتت چقدر وا عجب لوکیشن های پشمیزه اصلا نمیذاره تو ترک باشم. آره آفرین خیلی جای باحالی هستن. اون اول موزیک ویدیو که از بالا کلا یه دونه شات کلی گرفته بود خیلی جای خفنی بود اصلا. ایسلند چه جای قولیه پس. آره. دل بی صبرم خدا گم کردم چقدر دق کردم پشتت چقدر دلتنگم هنوز ثانیا برم سخت رد میشه بعد از تو چقدر دق کردم پشتت چطور هر جا رو هر لحظه من میگردم دل بیست. چقدر هم وایب خوب و باحالی داره ترک. خیلی. آره ترک آرومی هستن، آدمو
آرامش میده به دیدی آدم. تو کانال تلگرام میزنن این ترک رو گوش بده نمیدونم موج فلان داره انگار از اون موج اونجوریه. تو هر جا رو هر لحظه من میگردم، دل بی صبرم خدا گم کردم، چقدر دق کردم پشتم، گفتم نباشی بعد تو مرا پیدا کن بیبی، تو در تاریکیا نیازت دارم پاشو بیا، امشب میمانم تا صبح بیدار، چشمایت روشن فانوسی وار، تنهایم نزار در خاموشیا، جانم پاشو بیا، جانم پاشو بیا، وقتی نگفتی بعد دیگه خب تو عاشقانه سبکشه ریاج، اصلا میتونه بتازونه هر جوری که میخواد. 500 تا ترک دیگه بده باز جدیده. دقیقاً. حتی همین ترک قبلیش که ریاکشن رفتیم، حالا یادم نیستش اسم ترک چی بود، اونم عاشقانه بود دیگه، خیلی خفن بود واقعا. اون جدیدم نبود، میدونی که ما برای چند وقت رفتیم. آره دیگه بچه‌ها گفتن یعنی تو عاشقانه فکر نکنم تو رپ دریت رو دستش باشه کسی، حداقل با این تعداد هیت و خوب و اینا نیده. آره واقعا. جانم پاشو بیا، جانم پاشو بیا، وقتی نگفتی بعد تو دنیای زیارت تنهایی نمیشه رنگی کردی، عشق تو بود مرا تنبیه کرد ازم شیطان. چی واقعا کجای اصلا؟ پسر مگه میشه یک کشور اینقدر زیبا باشه؟ آره همه چی اصلا دور دریا. حالا حالتا میگم همون ایسلند چون سردم از شنیدم ایسلند خیلی فکر کنم آره دیگه. تنهایی نمیشه رنگی کردی، عشق تو بود مرا تنبیه کرد ازم شیطان ساخت مرا سنگ میزد، ما و صبرم نداره منگیزه، چقدر خودم کرده خودش گپ میزد، هنو فرکانسش من نزدیک کرد، مرا درد دادی ولی خودت سردی سر. اصلا چشم بسته غیب گفتم اما ایسلند خب مگه آیس نمیشه اصلا یخ؟ آره دیگه فکر کنم آره اصلا گفتم سرده یه ذره چیزیه واقعا، خیلی سردتر اون چیزی که یه ذره گفتم. چقدر حاجی این تیکشو باحال گفتش کلا، اینجا ترکو خیلی دوست داشتم. میکردم حتی ازم شیطان ساخت مرا سنگ میزد، ما و صبرم نداره منگیزه، چقدر خودم کرده خودش گپ میزد، هنو فرکانسش من نزدیک کرد، مرا درد دادی ولی خودت سردی سر. سرت باندم زده من، زدی قلبم زده من. چه ملودیایی هم داره میزنه، یعنی از اول ترک فکر کنم 3-4 مدل ملودی خفن زده رو همشون، هم سوار واقعا. صداش هم داره دیگه. ترک واقعا هیچه. یه چیزی بود که اینقدر تو کامنتات رنده کرده بودید. زدی قلبم زده من، چرا بد بودی کده من، پر ترس شدی بعد من، سرت باندم زده من، زدی قلبم زده من، چرا بد بودی کده من، پر ترس شدی بعد من، چقدر دلتنگم. صداش هم به قول تو که تو ریاکشن قبلی گفتی خیلی خفنه. ببین چه مثلا آروم داره میخونه، چه اینجوری میاد داد میزنه و اینا، همین جوره صداش خفنه واقعا. مانور داره، جای مانور زیاد داره. آره از این آرتیستاییه که خودش میتونه مثلا یه ترک جمع کنه، کورس هم خودش بخونه، صداش میتونه با خودش فیت بده و هیچ کم نفهمه. آره واقعا. هنوز ثانیه برم سخت رد بشه بعد از تو، چقدر دق گردم پشت تو هر جا رو هر لحظه من میگردم، دل بی صبرم خدا گم کردم، چقدر دق گردم پشت ولی من امتیاز این کارو بیشتر به کارگردانش میدم، بیشتر به فیلم بردار میدم، به بیتزن میدم. یعنی انقدر من درگیر این قضیه. ببین لوکیشنش خیلی خفن بود. آره بعد ترک آخه ترک ریاکشن خوری نبود زیاد، ترک اینجوری بود که مثلا آخر شب گوش کنی آرامش قشنگ میاد سراغت. ببین چون موزیک ویدیو احتمال میدم بچه‌ها واقعا پشمشون هم موزیک ویدیو ریخته باشه. آره اینم هستش. چقدر گردم پشت تو هر جا رو هر لحظه من میگردم، دل بی اصلا داشت ولاگ ایسلند گذاشته یزید. ولاگ گذاشته. کلا ولاگش هم باید جالب باشه حاجی، وقتی یه موزیک ویدیو انقدر خفن در آورده ولاگ کنه چی. چقدر دق گردم پشت
آقا بسیارم به. عالی و جذاب. اینم از این ترک. و اینکه بازم بچه‌ها میگم تو کامنت ها حتما بهمون بگید که تو رپ دری چه ترکایی اومده، چون ما خودمون باید بریم یوتیوب آرتیست رو چک کنیم تا متوجه بشیم. رسانه ای نیستش که دنبال کنیم و اینا بفهمیم ترک جدید چی اومده. مرسی که تا اینجا با ما همراه بودید. لایک و کامنت و ساب فراموش نشه. تا ویدیوهای بعد فعلا.